با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان اجلاسی پنجمی مجلس وکیلانی خلقی شهری خوجند دعوتی ششم با اشتراک اجرا کننده وظیفه رئیس شهری خوجند فردوس شریفزاده برگزار گردید. در آن معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی و وکیلان خلقی شهری خوجند شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهری خوجند ایوب جان رحمتزاده آید به فعالیت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری خوجند در سال 2020 گزارش داده. تاکید نمود که دوام 11 ماه سال 2020 ساحه اجتماعی و اقتصادیات در شهر رشد کرد. شماره عمومی کارخانه ها و مؤسسه ها به 1747 عدد رسیده. تعداد عمومی کارمندان 38,600 نفر را تشکیل می دهد. برای رشد ساحه صنعتی شهر همچون شرط‌های اساسی عمومی مهم جلب سرمایه داخلی و خارجی نسبت به همین دوره سال پیشینه دو مراتب افزایش یافته. حجم عمومی مبلغ‌گذاری به 49.3 میلیون سومانی رسیده است. مبلغ‌های جلب گردیده اساساً برای تأسیس کارخانه‌های نوی و تحکیم دادن اقتدار استحصالی محصولات واردات عوض‌کننده و صادرات нигаронида شده مصرف گردیده است. در این دوره نامگوی نمود محصولات استحصال شونده نیز زیاد شده از طریق حدک کارخانه صنعتی شهر و مبلغ 194 میلیون سومانی محصولات و دولت‌های خارجی دور و نزدیک صادرات کرده شده. آن برای رشد ساحه مذکور زمینه استوار گذاشته شده است. از مقدار عمومی کارخانه‌های صنعتی 65 عدد یا 39.4%اش 27 نمود ماه‌های واردات عوض‌کننده و مبلغ 388 از 7 میلیون سومانی استحصال نمودند که این نشان دهنده نیز به همین دوره سال سپری گشته 74.4 میلیون سومانی یا 23.7% زیاد گردیده است. سردار ریاست مالیه شهری خوجند عبدالسلام باباجانوف درباره خراجات بودجت شهری خوجند معلومات داد و قید کرد که حصه‌گذاری از بودجت عمومی شهر و بالایی 274 میلیون و 878 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد که نسبتاً به نشان دهنده سال روان 18 میلیون و 628 هزار زیاد است. اگر در سال 2020 حصه‌گذاری به بودجت جمهوری و ولایتی متماثل با مبلغی 178 میلیون سومانی و 78 میلیون سومانی معین شده باشد، پس در این رقم‌ها در سال 2021 184 میلیون سومانی و 91 میلیون سومانی را تشکیل نموده. از این حساب حصه‌گذاری به بودجت جمهوری 3.2% و یا به مبلغ 6 میلیون سومانی و حصه‌گذاری به بودجت ولایتی باشد 16% و یا به مبلغ 13 میلیون سومانی زیاد می‌گردد. برای فعالیت ساحه حکومت و اداره‌کنی دولتی 3 میلیون و 816 از 4000 سومانی مبلغ پیش بینی کرده می‌شود که این از حجم عمومی خراجات بودجتی محلی 1.6% را تشکیل می‌دهد. برای فعالیت ساحه مدافع 99 از 8000 سومانی مبلغ پیش بینی کرده می‌شود که افزایش خراجات ساحه نسبت بودجت سالی روان 102.7% زیاد می‌باشد. برای فعالیت ساحه مقامات حفظی حقوق و ترتیباتی حقوق 1 میلیون و 139 هزار سومانی مبلغ پیش بینی کرده می‌شود که افزایش خراجات ساحه نسبت بودجت سال 2020 102.3% زیاد می‌باشد. معاون رئیس شهری خوجند فیروزه نورالله‌زاده آید به رفت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تیار نمودن کادرهای طبی در شهری خوجند سخن کرد. گفته شد که در دوام صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور 1258 مؤسسه‌های نو ساخته داده شده. شماره عمومی آنها از 2862 تا 4369 افزایش یافته است. در دوام 29 سال اخیر با مقصد اصلاحات و رشد ساحه تندرستی مملکت 45 لایحه از جمله 12 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری عملی گردیده. این حال تطبیق قسمی از آنها ادامه دارد که مبلغ عمومی آنها بیشتر از 2 میلیارد سومانی را در بر میگیرند. قابل تذکر است که در جمهوری تاجیکستان یاری اولیه طبی رایگان بوده. در آن شبکه مؤسسه‌های کمکی اولیه طبی سنتری به اهالی رسانیده می شود. جهت بهتر نمودن خدمت رسانی طبی در کشور یک قطار مؤسسه‌های طبی مجهز با تجهیزات‌های زمانوی ساخته و به استفاده داده شدند. محترم وکیلان، به طور مقصدناک تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص طبی به طلبات حاضر زمان جوابگو یکی از سمت‌های افضلیتناک کانسپسی اصلاحات ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان میباشد.
тавре маълум аст тайёр намудани мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар 31 муассисаи таълимӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Аз шумораи умумии муассисаҳои таълимии тиббӣ 20 муассиса дар даврони истиқлолият таъсис дода шудааст. дар иҷлосии панҷуми Маҷлиси Вакилони халқи шаҳри Хуҷанд дар бораи иҷрои нақшаҳои пешбинишудаи кори иҷлосия вобаста ба бунёдкорию созандагӣ чораҳои мушаххас доир ба таъмини нақшаҳои буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ ва дигар масъалаҳоро ба аъзоёни шӯро ва масъулин мавриди баррасӣ қарор гирифта вазифагузорӣ карда шуд. гузориши Ганҷина Олим ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.